سفره 7 سین خونه رو هر جای خونه دوست دارین بذارین. اصلا هم به قمر در عقرب کار نداره. در عوض سفره داری میذاری 14 مرتبه بگو یا باسط. موقع گذاشتن آینه و شمع و قرآن 14 مرتبه بگو یا نور. گذاشتن سبزه و ماهی که من به جای ماهی نارنج گذاشتم 14 مرتبه میگی یا حی. گذاشتن سنجد و سماق 14 مرتبه میگی یا ودود. گذاشتن سمنو تخم مرغ 14 مرتبه میگی یا غنی یا مغنی. موقع گذاشتن سیب 14 مرتبه میگی یا رحمان و یا رحیم. موقع گذاشتن سکه 14 مرتبه میگی یا رزاق. دارچینم برای جذب رزق و روزی و برکت دوست. سرکه سیر 14 مرتبه میگی یا طاهر. بعد که سفرمون رو چیدیم ذکرامون هم خوندیم اسفند دود میکنیم. اسفند دونه، اسفند 101 دونه.